خب میریم سراغ راهکارهای اصولی و درست. چیکار کنیم که من یا ما فرسوده نباشیم؟ 4 راهکار فرسودگی چیه؟ استراحت، عاملیت، هدفمندی، ارتباطات. خب اینا چی هن؟ توضیح میدیم. استراحت چیه؟ بخششو در قسمت قبل گفتیم. برای تکمیل این قسمت در مورد استراحت بگیم. میتونی بدن تو منقبض و منبسط کنی. حتی صورت تو تمرکز بگی، جمعش کن، رها کن. دستتو مشت کن، رها کن. بدن تو منقبض کن، بعد رها کن. ریلکس کردن بدن. میتونی مدیتیشن کنی یا کاری انجام بده که ضربان قلب تو بالا ببره، چون ممکنه سر از کارها خب هیچ اتفاقی نیفته و ما خودمون میگیم که من استراحت کردم، ولی ترجیحاً یه بخش کوچولی از استراحتت به این قسمت اختصاص بده که بتونی ضربان قلب تو بالا ببری. گاهی اوقات نیازی نیست که من از آسانسور استفاده کنم، از پله ها میرم بالا. این هم میتونه کمک کنه که میتونه حالتو بهتر کنه، چون ضربان قلبتو بالا میبره. آگاهی به آنچه در بدنت میگذرد. این موضوع خیلی مهمه. در بدن من چه اتفاقی میفته؟ همین الان چشماتون رو ببندید، نفس عمیقی بکشید و فرض کنید ترجیحاً روی صندلی بشینید، زمین تماس داشته باشه. چشاتون رو ببندین، نفس عمیق بکشید، چشاتون رو ببندید، نفس عمیق بکشید و تصور کنید از پا به زمین وصلین و از سر به آسمان، از سمت راست به دشت، به فضای سرسبز و از سمت راست به کوه وصلین و از قسمت ناف که مرکز قدرته به اقیانوس آرام وصلید. تمام این فضا در شما احاطه شده. شما جزئی از کل هستید. پس شما به سیستمی بزرگتر وصلید. وقتی من به سیستمی بزرگتر وصل باشم، قطعاً حال خوبی رو تجربه می کنم. چند لحظه در این حالت باشید. نفس عمیقی بکشید، دم و بازدم و در این حالت خودتون رها کنید. حالا چشتون رو باز کنید و این حس خوبی که به خودتون هدیه دادین رو شکرگزار باشید و سعی کنید در طول روز چند بار این احساس رو تجربه کنید. یعنی من به سیستمی بزرگتر وصلم. پس من وقتی وصل باشم خلاقیت به سراغم میاد. حال خوب رو میتونم تجربه کنم. احساس بهتر میتونم داشته باشم. همین نکات ساده، همین حس خوبی که الان در خودتون ایجاد کردین رو میتونید هی تکرار کنید تا به صورت ناخودآگاه توی لحظات ناآرامی قرار گرفتید سریع وصل بشین به سیستم بزرگتر که حال خوب بیاد سراغتون. موضوع دوم عاملیت بود که راهکار اصولی رو داریم میگیم. آگاهی به دایره کنترل و نگرانی. این دایره کوچیک و این دایره بزرگ رو ببینید. نگاه کنید، این دایره کوچیک میگن دایره کنترل، دایره نفوذ و دایره نگرانی. دایره کنترل چیه؟ یه سری مسائل هست دست خودمه و من
مسائل هستش که دست خودمه و من تحت کنترلش میتونم قرار بدم. یه سری هستش من تا حدودی میتونم در دیگر نفوذ کنم. و یه دایره بزرگتر که قرمز رنگه دایره نگرانیه. حالا ببین اینا چی هستن؟ دایره نفوذ که تا حدودی متوجه میشید من تا حدودی میتونم رفتارم رو کنترل کنم و این کنترل کردن رفتار باعث میشه که من تا حدودی من نمیخوام بگم همش، تا حدودی میتونم در دیگران نفوذ کنم. دایره کنترل محتواش چیه؟ رفتار من دست خودمه. من انتخاب میکنم من عصبانی باشم یا شاد. پس اگر کسی منو عصبانی کرد من انتخاب کردم که این لحظه عصبانی باشم و من انتخاب میکنم این لحظه شاد باشم یا خنثی باشم. هیچ رفتاری از خودم نشون ندم. تهش من انتخاب میکنم. نگراش طرز فکر رو میگن نگرش. فکر من دست خودمه. من الان این انتخاب رو میکنم به چیز خوب فکر کنم یا چیز بد، چیزی که به من آسیب برسونه یا چیزی که به من سود برسونه. باورهای من دست خودمه. من چی رو باور میکنم؟ اگه باورهای ناکارآمدی دارم باید اصلاحش کنم، باید تغییرش بدم. و بحث مفصلی داریم که چطور باورها رو تغییر بدیم که موضوع بحثمون الان اینجا نیست. اقدامات من انتخاب میکنم که این راه رو برم یا نرم. این که میشنویم که آره مثلا فلانی باعث شد فلانی مادرم باعث شد، پدرم باعث شد من این رشته انتخاب کنم. نه، باز من تهش من انتخاب کردم. عادتها من انتخاب میکنم صبح زود بیدار شم یا تا لنگه ظهر بخوابم، کتاب بخونم یا نخونم، تهش من انتخاب میکنم. برنامه و اهدافم، آیا هدفی رو دنبال میکنم؟ برنامه زندگی مشخصه چی کار کنم؟ پس من انتخاب میکنم، تحت کنترل من هست. با وقتم چی کار میکنم؟ به احساساتم چه واکنشی میدم؟ با خودم چجوری رفتار میکنم؟ چطور با دیگران ارتباط برقرار میکنم؟ همه اینا تحت کنترل منه. متاسفانه ما به اشتباه در اکثر مردم میبینیم که دیگران رو مقصر قرار میدن. فلانی باعث شد من این رفتار داشته باشم. ولی باز اگه دقت کنیم باز ما انتخاب کردیم که چی کار کنیم. انتخاب با ما بود، پس تحت کنترل ما قرار گرفت. دایره نگرانی چیه؟ اخبار دست من نیست. خب رفتار مردم دست من نیست. ببینید دست من یعنی چه؟ خب مردم این اختیار دارن هر حرفی میتونن به من بزنن. اخبار، بلای طبیعی، سیل، زلزله، تصمیمات سیاسی. خب دلار گرون شد، چیکار کنم؟ دست منه؟ نه. اتفاقات آینده، اتفاقاتی که گذشته، اشتباهات دیگران، مرگ و زندگی، اینا دست من نیست. درسته باعث میشه من ناراحت، ولی اینا تحت کنترل من نیست. پس من تمرکزمو اگر روی دایره نگرانی بذارم متاسفانه مثل اکثر افراد میرم به سمت فرسودگی. پس در اینجا باید حواسمون جمع باشه که تو شرایط قرار نگیریم که تمرکزمون روی دایره نگرانی باشه. چون وقتی تمرکز روی دایره نگرانی باشه دیگه رفتار من دست من نیست، در صورتی رفتارمون دست خودمونه. پس من تمرکزم رو روی دایره کنترل قرار میدم. خب این جدول توجه کنید. واکنشی عامل. واکنشی ها چی میگن؟ اونایی که میخوان سریع واکنششون بدن. کاری از من ساخته نیست. خب من نمیتونم. عامل چی میگه؟ یه فردی که عامله
یه فردی که عاملی چی میگه؟ میگه دنبال یه راه باید بگردم تا بتونم کار انجام بدم. واکنش‌ها چی میگن؟ من همینطوریم، من اینم، من یه آدم لجبازیم، من یه آدم خشنیم، من یه آدمیم که زود عصبانی میشم. ولی عامل چی میگه؟ عامل میگه میتونم نگرش و رفتار متفاوتی داشته باشم. الان چه کار؟ الان بهترین حالت چه حالته که میتونم داشته باشم؟ اون باعث عصبانیت من شد. عامل میگه احساسهای در اختیار من هستن، من انتخاب میکنم عصبانی باشم یا نباشم. نمیذارم من به خواستم برسم. عامل میگه باید بتونم خوب متقاعد سازی رو یاد بگیرم، بتونم ارتباط با دیگران داشته باشم. میگن چی؟ مجبورم این کار رو انجام بدم. ولی عاملا میگن این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم. واکنشی‌ها میگن نمیتونم این کار رو انجام بدم. عامل میگه هنوز راهش رو پیدا نکردم. هنوز، کلمه هنوز رو سعی کنیم بیشتر استفاده کنیم. واکنشی‌ها میگن کاش میشد این کار رو کرد. عامل میگه چی؟ کاشی نیست. الان بهترین انتخاب ممکن اینه که من چیکار کنم؟ آموزش ببینم که مثلا الان بهترین انتخاب ممکنه من چیه؟ اینکه نفس عمیق بکشم، ارتباطمو با همسرم، با دوستم، با فرزندم، با همکارم بهتر کنم. یادت نره لحظه های تصمیمی که میگیری با توه، تو انتخاب میکنی. دایره کنترل یادتونه دیگه. پس ما تمرکزمون روی دایره کنترل باشه. تصمیمی که میگیریم تصمیم باشه که بعدش نگیم اشتباه کردم یا چرا این کار انجام دادم. اگر همش در دایره نگرانی باشی فرسوده میشی. اگه همش در دایره نگرانی باشی فرسوده میشی. پس ما بهتری که از دایره نگرانی بیایم بیرون، کمتر اخبار ببینیم. آخه لزومی نداره من هر روز اخبار رو چک کنم، هر روز سرچ کنم اینجا چی شد اونجا چی شد. خب که چی؟ درسته یه سری اطلاعات کلی باید داشته باشم، ولی اگر به من آسیب میرسونه خب سعی کنم دیگه در مدارش به اصطلاح قرار نگیرم. تمرکز روی دایره کنترل. ببینید یه آزمایش انجام داد آقای مارتین سلیگمن، روی موش‌ها انجام داد و بعد نتیجه گرفت که اونهایی که ناتوانی آموخته شده دارن، یعنی نمیتونن چیزی رو یاد بگیرن و توجهشون همش روی دایره نگرانی هست، نسبت به سلول‌های سرطانی ناتوانن. ببین چقدر مهمه. هر چقدر روی رشد خودت، روی پیشرفت خودت، روی دانش خودت بیشتر توجه کنی، باعث میشه حتی سیستم ایمنی بدنت قوی تر بشه. اینقدر مهمه. ببین کار تو رو نمیکشه، کار شما رو نمیکشه، کار شما رو نمیکشه، این نگرانیه که شما رو میکشه. یه قرارداد با خودت ببند بتونی کارهایی که بده، مثلا من خیلی از گوشیم استفاده میکنم، خب تو خونه سعی کن گوشی رو در جایی بذاری در دسترس نباشه، توی کابینت بذار، توی کمدت بذار، خیلی کنارت نباشه که هی سری بری چک
چک کنی، هی سریع بری چک کنی گوشی تو. پس کارهایی که به من آسیب میرسونه سختش میکنم. کارهای خوب چیه؟ میگه آسون کن کارو خوب تو. مثلا برای که من آب کافی به بدنم برسه، من هر 1 ساعت بعد آب بنوشم. برای این کار یه پارچ آب با یه لیوان کنار خودم قرار میدم و اینجا هر 1 ساعت آب می نوشم و به بدن خودم آب میرسونم تا بتونم حس خوبی رو داشته باشم. پس یه جوری انگار من این کار خوب رو ساده کردم. آب کنارم هست یا کتاب کنارم هست که من روزانه کتاب بخونم. شما در نظر بگیرین، شما انتخاب کنین چه کارهایی به شما آسیب میرسونه، اونو سختش کن و چه کارهایی که احساس میکنی باید انجامش بدی اونو برای خودت راحت کن. ببین چه کار میتونی بکنی که راحتش کنی. ببین میتونی فرایندها رو اتوماتیک کنی. یعنی چی؟ یه سری کارها هستش من میتونم به دیگران بسپارم یا میتونم بعداً انجامش بدم یا میتونم اصلا حذفشون کنم. ببین چه کار میتونی بکنی که بتونی روی خودت بیشتر تمرکز داشته باشی. درخواست شفاف. گاهی اوقات ما نیازهامون رو خیلی دقیق نمیگیم. ممکنه به نزدیکترین کسمون بگیم که من اصلا از تو خوشم نمیاد یا کارت خیلی منو ناراحت کرد. خب اینجا باید بدونیم کارت خیلی منو ناراحت کرد چه کارم؟ موضوع سر چیه؟ چرا کلی رو آدمو برچسب میزنیم؟ من دقیق باید بگم شما چه کاری انجام دادی که باعث ناراحتی من شد و روی این موضوع تمرکز کنیم. و وقتی من کلی آدم‌ها رو یه موضوعی رو در موردش صحبت میکنم برای دیگران خیلی شفاف نیست. پس سعی کنیم که شفاف بودن رو، درخواست شفاف رو جزء شرایطی رو قرار بدیم که بتونیم بهش بیشتر توجه کنیم. این که من پروژه جدید نپذیرم یعنی چی؟ ببینید وقتی ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، خب یه نفر میاد میگه میتونی کار من انجام بدی؟ خب من اینجا میگم خب دیگه رو در وایسی میگم باشه کاراتو انجام میدم. بتونم قدرت نگفتن داشته باشم. حتی قدرت نگفتن داشته باشم اولویت به کارهای خودمه، چون من الان باید کارامو تحویل بدم. من نمیتونم الان کار دیگران انجام بدم. اگه فرد مثلا فرصت داره میتونم عهده بگیرم اون کارشو، بگم برای چند روز بعد میتونم آماده کنم، ولی اون لحظه بتونم قدرت نگفتن رو داشته باشم. موضوع باید هدفمندی هست. این که ما برای زندگیمون هدف داشته باشیم. ابتدای وبینار گفتم ما چون هدفی نداریم میگیم چی؟ برای چی آفریده شدیم؟ چرا؟ این چرای زندگی ما رو پیدا کنیم. اصلا چرا من به دنیا اومدم دنیا چی کار کنم؟